خود جناب آقای زین العابدین نراستی مطلب. به نام خداوند جان خرد. سلام به دوستان نادیده بنده کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. امروز ضمن اینکه درخواست لطف خانم سی موسویان شاعر درجه که کودکان و نوجوانان که مسئولیت اداره این نشست ها رو هم بر عهده داره و برنامه‌های آفرینش فرهنگی هنری. قطعاً علت دوم حضورم این بود که وقتی ماه گذشته اون خبر غیر عاقلانه و غیر کارشناسانه شخصی که گفت کتابخانه‌های کانون پرورش فکری رو واگذار کنیم به نهاد کتابخانه‌ها، اون روز خب بنده کمترین و خیلی از کسانی که خارج از کانون فعالیت میکنن با نوشته هامون و صحبت هامون دفاع کردیم از رویه فعلی و اساسنامه کانون پرورش فکری در کانون و توی متنی که من نوشتم مهمترینش هم مربیان کانون پرورش فکری هستن. در و دیوار و قفسه، فلز و چوبه و آجر و خشت و گل. حضور مربی هست که حضور انسان آبادانی شده. شما میگه حضور انسان نه در حمایتشون، در تعظیم بهشون، در تحسینشون، در اینکه اگر شما نبودید این همه هنرمند و نویسنده و متفکر و افرادی که خارج از حوزه فرهنگ و هنر فعال هستن و هزاران هزار که برمیگردن و کودکیشون رو پیوند نابش رو با مربیانشون و کتابخانه ها میدونن. به این دلیل اینجا اومدم که باز هم تعظیم کنم خدمت مربیان کتابداران عزیز و شاید همینطوری مثلا بگیم شرایط الان شرایط شعر قشنگی رو از استاد شفیق‌کنی خونده آقای ترانه‌ای که ما الان در روزگاری هستیم که شادیمون گم شده و کدام جشن و کدام نمیدونم هفته کودکی که برای ما شادی بیاره. ما که الان تو اون وضعیت نیستیم. اما اگر اون روز ما گفتیم که نباید کتابخانه کانون همچین اتفاقی بیفته و تا تهش هم هوشیار نیستیم، حتما امروز که قانون دعوتی داره از مربیانش و در هر هفته دیگری هم که بود، امروز هم که باشه و بنده بتونم باید خدمت برسم. این از این. دوم میپرسن که خیلی ها پیغام میدن به بنده، دفتر بنده مستقیم و غیر مستقیم که وقتی ما در بحران‌های اجتماعی قرار میگیریم و نوجوانان و کودکان ما سوال دارن، احساساتشون هر آنچه که هست توضیح نداره، چه کنیم؟ بنده پاسخ خیلی مهم و ضروری رو میبینم و اون هم این روزها بهترین فرصت برای بالا بردن آگاهی‌های تاریخی کودکان و نوجوانان. ضمن اینکه بزرگسالان جامعه هم از تاریخ کشورشون خیلی بهره‌ای نبردن به دلایل مختلف، شاید مثلا پیشنهاد بنده این باشه که مربیان محترم کانون و کتابداران که بسیارشون خودشون تشنه تاریخ ایران هستن، شناخت تاریخ ایران، از همین الان از این فرصت استفاده کنن و مثل من که هر وقت معلمی میکنم یا اسمم مربی میشه بهترین فرصتی میبینم که به خاطر اون موضوع که میخوام با مخاطبم کار کنم خودم رو هم ارتقا بدم
بهترین فرصت بالا بردن آگاهی‌های تاریخی. هویت ملی، هویت یعنی شناخت. هویت همینطوری معنای نه مثبتی داره نه منفی. وقتی میگیم هویت ملی معنیش این نیستش که هر آنچه که در هویت ملی هست رو من باید بپرستم، دوستش بدارم و تاییدش کنم. هویت از ریشه ماهیت میاد، یعنی چیستی، یعنی چه چیزی هست این ملیت. و این سوال رو اگر از تاریخ نجوییم از کجا بجوییم؟ بنده خب اولین رشته اگر یه مقدار از تاریخ میگم، حالا شاید شما منو روانشناس در حوزه ادبیات کودکان جوان مثلا شاید روانشناس بیشتر میشناسی و میشناسن، ولی من اولین رشته‌ای که در دانشگاه تهران انتخاب کردم با رتبه خیلی خوبی هم انتخاب کردم و تجربه خیلی دارم برانگیخت از معلمان و خانواده‌ام اینها تاریخ بود. به اشتباه به ما گفتن که تاریخ می‌خونیم که ازش درس بگیریم. گفتن که می‌خونیم که غلط‌هامون رو پیدا کنیم. گفتن گذشته چراغ راه آینده است. من هم با همین دید رفتم به رشته تاریخ و نزد استادان بزرگم تلمس کردم و هنوزم دانش آموز تاریخم. بخش زیادی از مطالعاتم تاریخه. اما بعداً که گذشت متوجه شدم که به ما تاریخ نمی‌خونیم که درس بگیریم. میگه تاریخ معلمه که به ما درس بگیریم. تاریخ اصلا مگر با هدف خاصی طراحی شده. تاریخ یک سری اتفاقاتی است که افتاده. کسی که مثلا استاد بنده سرکار خانم شایگان کتابی می‌نویسن برای مربیان کانون از قبل دیده شده چه مباحثی می‌خوایم آموزش بدیم، چه اهدافی داریم، تمرین‌ها برای اون اساسه اینو آموزش میدیم. اما تاریخ نمیتونه همچین کاری بکنه چون تاریخ یک نظام منسجم نیست. یک چیز غیر قابل پیش بینی اتفاق میفته. پس گفتیم تاریخ برای چی می‌خونیم؟ و چند سالی من شاگرد درس تاریخ رو حیران کرد. و بعد فهمیدم که خیلی ساده تر بود علت تاریخ خوندن. فقط قرار بود که من بدونم کیستم و چیستم. وقتی تاریخ درس میدادم، در بعضی از مدارس گاهی درس دادم، از یک جایی به بعد گفتم که درس تاریخ رو باید اینطوری شروع کرد. یعنی اگر کتابدار ما مثلا بخواد تجربه من رو بشناسه ببینه کار میاد یا نه، این که ببین پدرت کیه و مادرت کیه و پدر بزرگت کی بوده، مادر بزرگت چه کسی بوده. من دارم با دقیقاً خود مربیان عزیز صحبت میکنم، نه با مخاطبانشون. اول خود من و تو و بعد پدر بزرگم کی بوده و مادر پدر بزرگم و همینطور مثل شجره‌نامه درخت خانوادگی بریم بالا. کی بودن؟ اهل کجا بودن؟ چی میخوردن؟ چه جور میپوشیدن؟ چه تفکری داشتن؟ عقایدشون چی بوده؟ و برای اینکه مطمئن‌تر با این موضوع برخورد کنیم، سوال‌هایی است که بچه‌های 5 سال، 6 سال، 7 سال، دخترها زودتر و پسرها کمی دیرتر که یه دفعه میگن با بزرگش که با هر اسمی صدا میکنه، مثلا ما بزرگش نانا، این کیه توه؟ شروع میشه سوال. این اولین سوال‌های تاریخی کودکان و اینو ما به رسمیت بشناسیم به این معنی. و خاله کیه، عمه کیه، اینا سوال‌های تاریخی هستند. چرا؟ چون میخواد ببینه که قبل از خودش، یعنی غریزه آدمیزاد میخواد ببینه که برای اینکه مطمئن‌تر بشه کجا ایستاده قبلش چی بوده. دکتر زرینکوب در ابتدای کتاب تاریخ در ترازو، زندگی دکتر ابوالحسن زرینکوب، مورخان بزرگ ایران و جهان، میگم جهان به خاطر اینکه تاریخ کمبریج هم روشون از نویسندگان شد. استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود. ما بیشتر شاید مثلا خیلیامون به آثار ایشون در ادبیات آشنا بشیم یا بعضی در نکان تصوف، اما
بخش عمده آثار ایشون در تاریخ نگاری بوده. دیگه وقتی شما به پزشک و طبیب مراجعه میکنی برای اینکه دردت رو بشناسه، سوال میکنه وعده قبل نهار چی خوردی؟ کجا خوردی؟ پاسخ میدی صبحانه چی خوردی؟ دیشب شام شد. هی میره عقب تا برسه به اون جایی که میتونه این دل درد تو احتمالاً ناشی از اون باشه. الان قرار نیست کسی از اون غذای درس بگیره ها، فقط متوجه میشم دل درد من مال اونجاست. این شرایطی که الان هستیم و این موضوع هویت ملی کودک، الان فرصتی است که کتاب‌هایی که مستقیما به نام تاریخ نوشته شده از کتابخانه‌های کانون استخراج بشه. دقیقاً. بنده آگاهی دارم از کتاب‌هایی که در ایران الان موجود هست که تاریخ ایران رو نوشتن. خیلی کمم. من بیشترش رو میشناسم. بخاطر علاقه‌ام سوای بخش دیگه ادبیات داستانی و شعر و اینها تاریخ رو دنبال میکنم. اما داریم. برید که در واقع سرشناسه ها که جستجو کنید، به خصوص کسانی که قدیمی‌تر هستن در کتابخانه‌ها میدونن که داریم. 5 کتاب داریم کافیه. 10 کتاب داریم کافیه. اصلا خیلی وقتا این که ما مثلا فرض کنید در ادبیات کودک نوجوان میگیم در این مورد کتاب کم داریم، در این فلان کم نوشته شده. خب اما اگه تو مروج، من مروج کتاب هستم، مربی هستم، آیا از همون هایی که هست حد اکثر استفاده رو کردم که تشنه بشن، داد بزنم ناشریم نویسندگان زین را بدین تاریخ بنویس برای بچه ما. تشنه نشدیم که خب نه مونده 10 تا بوده 10 تاشو نخوندیم. اگر مثلا رمان داره زیاد منتشر میشه، چون این رمان داره خونده میشه، میطلبه مخاطب، مربیش هم میطلبه. میدونید یه علتش اینجاست. اگر بخونیم تقاضا میاریم با خودمون، تقاضا رو در واقع مخاطب به ما میرسونه. الان وقت اینه. من بلافاصله افرادی که دوست دارن در اون تاریخ صحبت بشه این سوالو میپرسن. مثل خیلی از شما تو ذهناتون پیشگو نیستم ها، ما الان بگیم این خوب کجا فهمید، از کجا معلوم اینا رو راست نوشتن. خب این پاسخ در مورد کتاب‌های تاریخی کودک و نوجوان رو سعی می‌کنم که تشریح کنم و همون شیوه هایی که می‌توانید کتاب‌های خوب دیگر رو از ناشران دیگه تشخیص بدید. یعنی الان اگر شما بخواید بگید من که اطلاع تاریخی ندارم، من میگم اشکال نداره. چجوری متوجه میشی کتاب شعر خردسال خوبیه؟ این یه سری المان‌هایی دارید دیگه. از همون المان‌ها به کتاب‌های تاریخ بهتر هم برسید. اما آیا در همه کتاب‌های تاریخ راست نوشتن؟ نه، اصلا امکان نداره. چون همیشه ما نبودیم که ببینیم چه ایران و چه جهان. 2. در مورد مطالعه کتاب‌های تاریخی توجه کنید که آنچه که آموزش پرورش رسمی ما اشتباه کرده، هم در دوره قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب، اینه که برای ما تاریخ سیاسی نوشته. اما تاریخ مجموعه ای از حوادث و رخدادهای بشری در بستر مکان و در یک زمانه. پس من الان باید این پیشنهاد بکنم: تاریخ مردم، یا زیر مجموعه اون چیزی که بهش میگیم مردم شناسی که خانم شایگان اشاراتی کردن، که همه آداب و رسوم و نحوه پوشش ها و اینها. تاریخ علم در ایران، تاریخ حکمت و فلسفه در ایران، تاریخ هنر در ایران. و وقتی میگیم تاریخ هنر، فقط تو نگارگری یا مینیاتورها نمیمونیم. تا اجاره نشین های داریوش مهدی 1364 تاریخ هنر ایرانه. یعنی تاریخ تا همین لحظه‌ای بود که گذشت. تاریخ زبان که الان به زبان میرسیم، و تاریخ سرزمینی به لحاظ هم جغرافیایی و هم بعد فرهنگی چی بود. و تاریخ سیاسی البته یکی از این شاخه هایی است که اصلا بهش نپرداختیم. هر وقت پرداختیم رو میشه به رأی گذاشت که کدام سلسله آمد کدام سلسله رفت. هرچند که این سلسله ها که میان و میرن به هر حال با خودشون تغییراتی رو هم به همراه میارن، ولی خیلی هاشون هم تغییراتی به همراه نمیارن. یعنی چند نفر دیگه کشته میشن تا یکی شاه شده، میاد یه سری چیز انجام میده. ممکنه مثلا هنر
دوره صفوی ادامه است از دوره هنر دوره تیموریان. میدونی؟ اینطوری. پس با این نگاه، یک این بود نگاه این که کیستی و چیستی راهش از تاریخ می‌گذره. دو، تقسیم تاریخ به بخش‌های مختلف با استخراج کتاب‌های تاریخ موجود ایران. اما وقتی میرسیم به خود هویت ملی، من این نکته رو باید عرض کنم. جمله اول بنده این بود که هویت ملی معنای نه مثبتی داره نه منفی داره. شناخته. اگر کودک ما و به خصوص نوجوان ما گریزان از خیلی حرف‌هایی که ما منتسب به ایران میزنیم، که چه ریشه تاریخی داره چه ریشه کنونی داره، و این میلی که به مهاجرت در کودکان و نوجوانان فزاینده است، یک مثل اینکه پیمایشی هم انجام شده رسما به طرف دولت، یعنی یک جای دولتی چند سال پیش انجام دادن، عدد خیلی عجیب غریب 60 و چند درصدی که میل کودکان هم چند سال هست که از ایران مهاجرت کنه. حالا بیشتر شده. این میتواند نشان دهنده این باشه که من اصلا هویت ملی نمیخواهم که تو من بدهی. من خداحافظم، من میرم، اینجا جای ماندن نیست. خب و فقط امکانش رو ندارم که برم. به محض اینکه امکانش رو پیدا کنم رفتم و با پدر مادراشون هم بسیار همسخنم و 8 میلیونشون هم الان این امکان رو پیدا کردن و خارج از، یعنی هر 10 نفر ما یکیمون نیست. اینجا داره به ما چند تا هشدار میده. اون چیزی که مربوط به دولت مردان و مسئولین و برنامه‌ریزان به خودشون مربوطه، اون چیزی که به ما مربوطه که مربی و معلم و نویسنده و مروجیم، اینه که حواسمون باید باشه که ما نیاییم الان 2 مرتبه همون المان هایی که میتونه اون رو بر بیاشوبه کتاب وصلش میکنیم به تاریخ و فرهنگ فلان، میگه ببین وصله. چون من در زمان امروز زندگی میکنم. زمان امروز هم هویت ملیه. ما فکر میکنیم هویت ملی مثلا در شاهنامه فردوسی خلاصه میشه و تمام میشه و میره. نه خب حتما که شاهنامه بزرگترین و مهمترین سند ملی به زبان فارسی ما داریم، تردیدی نیست، اما یک سنده، نه همه چیز و همه کس ما. چرا؟ چون تو نمیتونی در عصر اینترنت صحبت کنی. ببین هویت ملی امروز نوجوان ایرانی و کودک ایرانی با هویت‌های ملی دیگر کودکان و نوجوانان پیوند خورده امروز. بنابراین ما اگر از پوشش ها صحبت میکنیم، خیلی زیباست که در سیستان و بلوچستان همچنان بلوچ‌ها لباس خودشون رو میپوشن، و در خوزستان و در ترکمن‌های عزیز، کردهای عزیز که خب من مرتبا سفر میکنم خدمتشون هستم. اما امروز که دیگه یک لباس‌هایی تن کودک و نوجوان ما هست، یعنی اگر یک وقتی آینی باشه و اینها، اونا لباس قومیشون رو میپوشن. بعد دیگه شلواری که پایمانمون میپوشه، در چین هم همونو پوشیدن، در روسیه هم همونو پوشیدن، ژاپن، امریکا، کانادا، بنگلادش. درسته؟ پس اینجا مثلا عناصر تمدنی، نشانگان تمدنی که میخواد برای ما هویت ملی بسازه، بخش زیادیش با هویت ملی کشورهای دیگه الان این حتما باید لحاظ بشه تا باب گفتگوی شما و بنده با بچه‌ها باز بشه. و الان ما هم میرویم کنار اون اشخاص و پیام هایی که او رو میرونه. یعنی میگه تو چرا الان چه تعارضی الان به وجود اومده توی این کشور؟ خیلی ساده است. یک مقاله من میخوندم دوران دانشجویی که یکی از در واقع تحلیلگران فلسفه تاریخ نوشته بود. تیترش این بود، من یه بار دیگه که توی یادداشتم به کار بردم. گفته بود جامعه شناسان و یک چیزی بود در مورد تفاوت جامعه شناسی و رشته تاریخ، مورخان و جامعه شناسان. خب یک نویسنده انگلیسی مشهوری، استاد دکتر حسن کامشا ترجمه کرد. تیتر رو میخوام بگم، تیترش میخوام الهام بگیرم. نوشته بود که جامعه شناسان و مورخان گفتگوی ناشنوایان. من بخش دوم رو کار دارم. آنچه که امروز ما نمیتونیم صحبت کنیم، چه بروز و ظهورش در خیابان و کوچه و مدرسه داریم میبینیم، چه آنچه که تا 2 ماه پیش هم همین بود، اتفاقا نیفتاده. گفتگوی کودکی و نوجوانی با جامعه بزرگسالانش که بنده هستم و بزرگترهای بنده، انگار شده گفتگوی ناشنوایان. ما با هم حرف میزنیم
بدون اینکه زبان ناشنوایی هم بلد باشیم. کاش بلد بودیم، اونم بلد نیستیم. یعنی حتی زبان واسطه هم که میخوایم خلق نکردیم. من میخوام بگم اگر میخوایم وارد مبحث هویت ملی بشیم با کودکان، باید از ناشنوایی در بیایم، چون هر چی او میگه انگار ما نمیشنویم. واسه همین الان خیلی از مثلا نمیدونم کسایی که دستن در کار هرچی هستن یه سوال میکنن این نوجوانا چی میگن؟ اینا چی میخوان؟ راست میگه ها، فکر نکنید واقعا نمیشنوه. یعنی اونم میگه من صدا تو رو نمیشنوم. خب پس در هویت ملی ما بیایم و این بخش هویت‌های ملی کشورهای دیگر با کودک امروز ببینیم که وجه اشتراکش رو با امروز پیدا کنیم، بعد به کیستی و چیستیش، یعنی از امروز به گذشته بریم، نه از گذشته بیایم به امروز. این کار سخت میکنه. از طرفی چون در فضای رسمی ببینید کتابخانه کارش چیه؟ کتابخانه اونم کانون پرورش فکری که توش مربی داره، خب کارش اینه که تمام سعی کنه تا جایی که میشه، نمیگم تمام میشه بیشتر خلاها و نبودهای کتاب‌های درسی یا فضای رسمی آموزش پرورش رو پوشش بده. کارش اینه. یعنی میگه خیلی خوب من چند تا کتاب تاریخ مثلا توی درسای مدرسه‌ای هست، زیاد میتونم میدونم چه، خب و چند فصل هست، بعد اونایی که هست همون تاریخ سیاسی هست بیشتر گفته شده از تاریخ بالاخره اشاراتی هم شده مثلا یه جا به حکما علما درست اما کمه و ببین که نیست. خب الان من و تو وظیفه‌مونه که اینو پوشش بدیم و اون غریزه‌ای که عرض کردم میل به شناخت گذشته درش خیلی بالاست. یعنی اون رو هیچ وقت نگران نباشید. من چقدر وقت دارم بس چیزم خوبه سنسور. من خواهش میکنم بالا نمایشگاه هست. اینا که خود ترس کردم و در مورد هویت ملی رو تمام کنم که بعد ما بحث زبان رو داریم. خب کار کردن با کتاب‌های تاریخی رو خانم شایگان فرمودن که باید در کتابخانه هر چیزی به کتاب ختم بشه و این روشه و کاملا درسته. اما گاهی بعضی کتاب‌ها هستن که موضوع از اونها دیگه شروع میشه. کتاب‌های تاریخ از این جنسن. یعنی جرقه رو میشود با یک تصویر در یک کتاب تاریخی زد. از اونجا کارمون شروع کنیم. و بعد در کتابخانه‌ای که میشود توش هر قومیتی که هستیم، هر شهر روستایی که هستیم، سازمون رو بیاریم اونجا که داریم تاریخ و هنر رو میخونیم. اونجا مربی فرقش اینه که به علاوه کتاب هر چیز رو میتونه وارد کنه دیگه. اینجا میتونه اون ساز وارد شه و نسبتش مثلا با اون بخشی از تاریخ هنر به تاریخ ایران که داریم میخونیم برابر بشه. اونجا میتونه یک مستند پخش بکنه، اونجا میتونه یک انیمیشن پخش بکنه، میتونه جرقه‌اش رو با خود کتاب تاریخ، یعنی آنچه که میخونیم بریم حالا زنده‌اش کنیم ببینیم چی هست. سیلورستان یه دونه چیز داره که یکی از اون قطعاتش هست که میگه من خیلی بچه 7 گوش کنی هستم. معلمش میگه که برو به خاطر این خطایی که کردی 2 تا دست تو یه پاد بالا گوشه دیوار کلاس بیس. میگه من خیلی 7 گوش کن هستم و زنگ خورد و معلم رفت و نگفت که گفت تا وقتی من نگفتم از اون گوشه کلاس کنار نیا. من چون بچه 7 گوش کنی هستم همونجا وایسادم، زنگ خورد و معلم چی نگفت، مدرسه تعطیل شد، فرداش شد، باز معلم به من نگفت که بیا کنار. سالها گذشت، مدرسه رو تخریب کردم، تبدیل شد به یک ساختمان دیگه. ولی خب من 40 ساله که اینجا ایستادم و چون بچه 7 گوش کنی هستم و معلمم نگفته 2 دستم یه پام بالا هستم و تولدی من بچه 7 گوش کنی هستم. خواهش میکنم جناب زیر ما بودینت کنم. گفته که اشاره کردید صبح یکی از سخنرانان راجع به این صحبت میکرد که دوستان یک صبح نشید داشتم. میگفتش که
راجع به رسانه بود و اینکه اعتماد کنید به رسانه‌های مکتوب و به تلویزیون اعتماد کنید و بعد البته دیدگاهشون جهانی بود و اشاره کرد بحث تلویزیون ایران و روند کتاب نشر در ایران نیست که بعد من خدمتشون گفتم ما اولا در آموزش رسمی کشور و در آموزش پرورش به دنبال تربیت شهروند نیستیم، به دنبال تربیت افراد مطیع و فرمانبردار هستیم. یعنی شهروند بخوایم پرورش بدیم، ما شهروندی ویژگی‌هایی داره، شهروند حق انتقاد داره، حق مطالبه داره، حق اعتراض داره. ما مطیع می‌خوایم داشته باشیم و چطور میشه بچه‌ای که 12 سال آموزش پرورش باید بگه چشم، بعد بزرگسال هم میشه بگه چشم و اگه غیر از این بگه تو مدرسه باشه، توبیخ میشه، کارمند باشه، اخراج میشه، بدوستی باشه، از صدا و سیما میگیرش میکنن. خب چطور میشه این دوتا رو کنار هم دیگه جمع کنیم؟ و حالا بحث مفصلی بود که قرار شد که یک جلسه دیگه خدمتشون باشیم. این مثالی هم که از شکل زمینستان زدید به نظرم همون بود. ما بچه‌ها رو 40 سال اینجوری نگه می‌داریم و بگیم بچه خوبیه که آقای تولایی عزیز، اولا که تولایی افتخار بنده هست که خدمت ایشون هستم، شاعران نوجوان، شعر نوجوان. چند خوبه که اینجا چند شاعری داریم که در نوجوان کارمون ببخشید این وقت من حالا یه چیز دیگه درک میکنم، فقط در حد یه جمله میخوام بگم موضوع نیست، ولی چون فرمودین من فکر میکنم که هر شیوهی که رفتیم ولی امروز ما نوجوانان شهروند بودیم، هر شیوهی که بوده. من فکر میکنم، البته امروز این فکر رو نمیکنم و من مثلا گاهی تو سخنرانی‌های دیگه، نوشته‌های دیگه هم بوده، اساسا من خیلی از این منظر آموزش رو در ایران، آموزش و پرورش نه به معنی وزارت خونه، کلا هر آنچه که بوده، خانواده ها، مدرسه ها، هر چی، کتاب ها، رسانه ها، به نظر من شهروند تربیت کرده و هر کی هست و هر کدوم که هستیم دستمون در نکنه. ولی من هم اشاره کردم آموزش رسمی. نه من فکر نمی کنم واقعا این بوده باشه، چون در کودکی در چیزی باید در شما رشد کنه. من اتفاقا فکر میکنم که آموزه ها به سمت حق طلبی بوده. یه وقت اومدم کلاس ریختن خانم موسوی برهم گفتم من دعوت نیست. نه توی اتفاقا داشتم چیزم و البته می‌تونم بگم دوستانی که در استان‌ها هم تشریف دارن اگر از خیلی‌هاشون بزنه ما الان در حال حاضر جا نداریم که مسافر سوار نداریم. دوستان استان‌ها من دوباره سلام و از بخیر میگم. بیش از 200 نفر من دارم می‌بینم تشریف دارن، هر که نیاز داره میتونم سوال‌ها و نکاتش رو همینجا در قسمت کامنت‌ها بنویسن، من اشاره میکنم و یا اینکه به دست کارشناسان آموزش و پژوهش استان‌ها برسونن. ما خدمت شما و بزرگوار خانم تولایی، من خودم رو برای 200 خورده هول نکرده بودم، الان عدد گفتی تازه میخوام خودم رو هول کنم. حتما همینطوره. اما ببینید ما الان اگر ببینیم در ایران این پدیده‌ای که اتفاق افتاده فعلا یگانه است. یعنی ما الان در مثلا یک دهه اخیر مثلا در فرانسه جنبش‌هایی وجود داشته، شما توش نوجوانانی رو نمی‌بینید، خیلی اندک جوانان هستن. این اتفاق در ایران یگانه است. پس چیزی که یگانه هست فعلا قابل تعمیم نیست. یعنی ما دویی نداریم براش، درست 3 و 4 و 5. یک، دو، ذاتی بشر و انسان، ذاتی نوزادان در طول تاریخ خیلی شباهت‌ها داره. اما ذاتی نوجوانان در سالهای گذشته با امروز خیلی متفاوته. چرا؟ علتش اینه که غریزه نبوده. بله، هورمون‌ها در همه نوجوان‌های تاریخ بلوغ یک عصیانی رو میارن، اما حق این اظهار نظر وجود نداشته و کسی هم مثلا حق برای خودش تعریف نمی‌کرده و قائل نبوده. بله، حتما واسه همین میگم که ما با هویت‌های ملی دیگه هم در پیوندیم، به خاطر اون رسانه ها هست. اما اگر ما بعداً در آلمان، در مثلا سنگاپور، در آمریکای جنوبی ما نمونه هایی رو دیدیم، میتونیم بگیم
اگر نه این مال ماست. و تا یک چیزی هم عرض کنم، این روند تاریخ، ببینید اصلا این اشتباه ترین کاره که ما هر چیزی مثلا میاد میگیم توی، من چی گفتم الان تاریخ سیاسی چیز کاملی نیست و فکر می‌کنیم هر حکومتی بیاره با خودش همه چی هم میاره. نه، یه چیزایی میاد، این چیزایی هم از قبله. ببین تاریخ یک موجودی است که یه دفعه کات نمیخوره. مثلا 1304 که رضا شاه کارگزاری کرده، مثلا دیگه قبلش کلا ایرانی‌ها یه چیز دیگه بودن، بعدش یه چیز دیگه میشن. مثلا اینطوری نمیتونه باشه. ببینید یک پیوستگی داره. آره مثلا من میتونم بگم که اگر کشف حجاب زوری و اجباری رضاخان اتفاق افتاده، این ورش یه قرینه پیدا میکنه که برعکسش عمل میکنن. من نمیتونم بفهمم چون تاریخ میخواد خوش به تعادل برسونه. خب و اون وقت شما اگه میخوای یک کودک نوجوان امروز رفتارش رو شناسایی کنی هم باید اینو در طول 50 سالش رو ببینی، 60 سالش رو ببینی و بعد بروز پیدا میکنه. خب حالا قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اثراتی که بر کودکی و نوجوانی گذاشته مثلا ربطی به بعد و قبل انقلاب نداره. هیچ ربطی نداره. چه خوبیاشه بدیاشه. مربیان دارن کارشون رو انجام میدن و هر چی اون مربی آگاه‌تره و کاربلدتره تاثیرات بیشتری که داره میذاره. 1349 که بوده، 59 که بوده، 401 که باشه. ببینید درباره نشانه‌های هویت ملی، از پرچم اسم میبرن، از جغرافیا اسم میبرن و از دین اسم میبرن و از زبان. علالقاعده جز زبان الباقیش نمیتونن نشانه های اصلی هویت ملی باشه. یعنی آنجا که تفاوت قومی پیدا میکنیم طبق فرمایش ایشون، اون نمیتونه، چون ملیت بچه مشترک جمعی رو میخواد. از دین صحبت کنیم نمیشه. از پرچم که صحبت میکنید، پرچم در طول تاریخ ایران تغییر کرده و از جغرافیا هم نمیتونیم صحبت کنیم. چرا؟ چون خیلی از ایرانیان در جغرافیاشون زندگی نمیکنن. پس این یک آدرس و فرمان غلطه که اگه بخوایم دنبالش بریم. شناخت هر کدوم اینا از الزاماته، اما اینها وجه مشترک، مخرج مشترک هویت ملی ما فراگیر نیستن. تنها زبان فارسی هست که این مخرج مشترک. یعنی برای مربیان عزیز میخوام این رو عرض کنم، اگر میخواین دنبال اون کلید واژه اصلی باشین فقط زبان فارسیه. به عبارتی این جمله رو بعضی از بزرگان گفتن که من زبان فارسی وطن من است. یعنی ما در زبان فارسی زندگی میکنیم، نه در جغرافیای ایران لزوما زندگی کنیم. میدونی؟ و با همین لحاظ که زبان فارسی زبان رسمی ما هست، یعنی ما اقلن در واقع به لحاظ آماری 4 زبان مادری غیر فارسی در این کشور داره. به ترتیب جمعیتش میشه ترکی، کردی، بلوچی و عربی. این 4 زبان، البته زبانهای دیگری هم داریم، مثلا فرض کن زبان سنگستری مثلا. اینها به لحاظ آماری خب متکلمان زیادی ندارن. اما 1398 مهر ماه 51% کودک کلاس اولی وارد مدارس شد که زبان مادریش غیر فارسی بود، که 22%شون ترک زبان بودن، 22 یا 23%. خب و حتی این داره نشان میده که ممکنه زبانهای مادری افزایش بیشتری هم داشته باشن. اما چه چیزی اینها رو پیوند میده؟ زبان رسمی فارسی. این که به زبان رسمی فارسی کودک ما باید عشق بورزه یا نه، البته اگر بشود که عشق بورزه احساس بهتری داره، اما اگر عشق هم نورزید اهمیتش رو کم نمیکنه. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که آنچه که در کتابخانه ها میخوایم بهش بپردازیم، نکاتی که هم سرکار خانم بابایی و خانم شایگان در مورد زبان فارسی گفتن، من
در ادامه میخوام عرض کنم. یک اتفاق، من یک سخنرانی در این مورد در شب بخارا کردم، یک شب حامی بوده چی بوده که در مورد آموزش زبان فارسی به کودکان 2 زبانه سخنرانی مفصلی هست، مطمئن در وبسایت هم نیست، حالا دوستان خواهند گذاشت در ماهای بعد. یه نکته داره فقط توش، اونم اینه: کودکان ما، یعنی کتابخانه هایی که در مناطق 2 زبانه هستن، چند تا معلومه؟ مشخصه؟ درصدی معلومه؟ زیادن، کم درصد بالایی، من فقط میدونم درصد زیادی از کتابخانه‌های ما در مناطق 2 زبانه هستن. مربیان عزیز، من میتونم یک خواهشی ازشون بکنم، چنان که از خودشون یاد گرفتم از مربیانی که فعالن تو این زمینه. این خواهش این هست که کودک ما قبل از ورود به دبستان به زبان مادری میشنوه و به زبان مادری تکلم میکنه در بیشتر این مناطق. خب وقتی وارد فضای مدرسه میشه، به یک باره کتاب آموزشی جلوش قرار میگیره که الفبای زبانی رو میخواد شروع کنه که اون زیاد نشنیده. تا 10-15 سال پیش میگفتن چرا این غلطه، از تلویزیون داره میشنوه. اما امروز ارتباط کودکان ما با تلویزیون مثل گذشته نیست. اینترنت جای تلویزیون گرفته و گیم، اینا تغییرات اخیره، پس اون هم دیگه برطرف شد. میاد و حالا هم باید به این زبان بشنوه، هم باید به این زبان تکلم کنه، هم بخوانه و هم بنویسه. ببینید چه بحرانی، بحران هویتیه، هم بحران هویتیه، هم بحران روانی و عاطفیه. 2 تا اتفاق، یعنی بخش اجتماعی داره و بخش شخصی و درونی داره. در نتیجه ما میدونیم که آموزش زبان فارسی به اینا خوب صورت نمیگیره. حالا این که کتاب مشترک هم هست برای همه، دارن همونو میخونن، این خودش مسئله است، به کنار، اینا رو بذاریم کنار. ما الان با این واقعیت روبرو هستیم. از طرفی اون ور قضیه هم کمتر کسی اشاره میکنه. اون ور قضیه چیه؟ حالا ما میخوایم زبان فارسی رو بهشون آموزش بدیم با همین ضرب و زوری که نشنیده. از دایره مثلا یک کودک اول لبستانی وارد چیز میشه، مدرسه میشه، مثلا دایره واژگانی خوبش که استفاده کنه 50 تا 100 تا لغت فارسی بیشتری و این خیلی کمی برای کودک 6 تا 7 سال. خب از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ این روند فارسی آموزی پیش میره، زبان مادری همچنان در خانه تکلم و شنیده میشه، اما الفبای اون دیگه آموزش داده نمیشه. یعنی از اون طرف هم این نقص وجود داره که او کردی رو بلد نیست بخونه و بنویسه، همچنین ترکی رو، بلوچی و عربی رو. حالا عربی درس رسمی هست ولی خب اون آموزش قوی توش نیست که بتونه باش انشا مثلا بنویسه. خب یعنی اون طرف رو هم ما داریم. این لازمش اینه که آموزش پرورش باید خب این رو آموزش بومی سازی کنه، میذاریم کنار. ما چه کنیم؟ ما تو بخش اولش حتما خیلی کار میتونیم بکنیم. چرا؟ چون بیشتر کتاب‌های ما 99% به زبان فارسی هستند. اون خلایی که اون بچه تو 6 سال قبل در شنیدن و گفتن و الان هم به خواندن نوشتن رسیده، بهترین جاش کتابخانه است. با ریشه وجه مشترک زبان فارسی ها دارم از اونجا این رو آوردم که برسیم. اگر این بچه که خیلی از ترک آمارهایی که هست، ترک تحصیل‌هایی که در دوره متوسطه 1 و 2 انجام میشه، بسیارش مربوط مناطق 2 زبان است. چرا؟ فارسی خوب آموخته نشده و حالا ریاضی و فیزیک و زیست و نمیدونم علوم اجتماعی خوندن برای این با زبان فارسی برای سخت، علم رو فرا نمیگیره به خاطر بلد نبودن زبان فارسی، اعتماد به نفس و مسئله هویتی پیدا کرده، در نتیجه محیط مدرسه رو ترک میکنه واسه همیشه. اینجا با این نگاه حالا ما بلندخوانی میکنیم کتابا رو. اینی که دارم عرض میکنم برای طبیعتاً پایه‌های اول دبستان با تاکید بیشتر. اما الان اگه نوجوان هم میاد پیش ما در کتابخانه در مناطق 2 زبانه، البته که بنده الان به شما میگم بعد از به خصوص کرونا کلا فارسی آموزی دانش آموزان ما در همه مقاطع تحصیلی ضعیف شده. این که تردیدی نیست. خب حالا دیگه فکر کنید بچه‌ای که کودک منطقه 2 زبانه هست
چقدر اون بیشتر در این معرض این خطر قرار گرفته که کمکی خوبی هم تو خونه نداشته. بنابراین این نگاه باشه که در بلندخوانی ها، جمعخوانی ها، نسبت به سن کودک لازم نیست همیشه ما کتابی رو بیاریم رده سنی جیمی تو، بله این کتابم جیمه. نه، در فارسی این ب در فهم معانی جیمه. وقتی تو به قصد فارسی آموزی میخوای این کارو بکنی، باید ببینی سن زبان فارسی چقدره که او اعتماد به نفس خوندنش رو و نوشتنش رو اینجا بیاره بالا. این عرض اصلیم بود. و اما یه نکته‌ای هم بگم در خصوص اینو جا انداختم از مبحث قبلی ولی ارتباطش میخوام بدم باز به زبان فارسی. ما 3 مفهوم داریم. من 2 دقیقه دیگه صحبت میکنم. افسانه، اسطوره، تاریخ. این رو عرض میکنم که کتابداران عزیز اگه اینو خودشون بشناسن دیگه بقیهش رو استادان انجام میدن. افسانه یعنی آنچه که بیشترش تخیله، تاریخ بشریه، جوامع بشریه، ساخته گروه‌های فرهنگی و اقوام گوناگون افسانه ها شکل گرفتن. ریشه تاریخیشون بسیار بسیار ضعیفه. یعنی چی؟ یعنی در واقعیت نبودن. تاریخ کوششش عکس اینه که بگرده در گذشته، برخلاف اون چی که برای افسانه ها میگرده که هر چه که واقعی تره رو پیدا کنه. اسطوره جاییست میان افسانه و تاریخ. خب بچه ها هر 3 تاشو دوست دارن، اما خب همونطور که فرمودن اسطوره ها تاریخ رو هنرمندانه تر بیان میکنن، ظریفتر بیان میکنن. یعنی رستمی وجود داشته اما نه به این قدرت. خب اما مثلا افسانه هایی که فرض کن در 1001 شب میخوانی تو، اینا اصلا اکثرشون هیچ، هر 3 تای اینها رو میشود با هم خواهر برادر کرد. کتاب هایی که شما عرضه میکنین، این دید رو به مخاطب بدیم که داریم اینجا واقعیت رو جستجو میکنیم. اسطوره ها اون میل ما هستن از واقعیت. دلمون میخواست کاش واقعیت اینطوری میبود. خب و افسانه اون چیزیست که دیگه تخیل تو رو کامل پرواز میده اما تو رو باز به جهان گذشته میبره. یعنی هر 3 تاشون بچه مشترکشون زمان گذشته بودنه. اینو دارن. و حالا وقتی شما کتاب‌هاتون رو نگاه میکنید ببینید این دسته‌بندی‌های تو کتاب‌ها، این دفعه باز به سرشناسی‌ها دقت کنید، افسانه‌ها، اسطوره‌ها و تاریخ هر 3 برای شناخت و تقویت هویت ملی واجبن با این نگاه دسته‌بندی دقیق‌تری انجامش استاد اینجا خودتون میدونید دیگه به اون کتابا چه کار بکنید. و در پایان من مثلا اگر که من نظرم این هستش که با نوجوانان تقویت مباحث گفته، یعنی من نوشته چند وقت پیش منتشر کردم که من نمیتونم از نیروهای نظامی توقع داشته باشم که با نوجوانان گفتگو کنن. شغلشون نیست. این که این وسط چقدر لایه ها بودن بعد گفتگو میکردن نشده، حالا رسته رو در روی نوجوان با نیروی امنیتی. خب خیلی فاجعه است و همینطوریه دیگه. بعد اون با زبان اون میخواد صحبت کنه، اونم همینطوری یه چیزی شده که دیگه درد آور شده. خب نوجوانان رو بعد من اونجا پیامم این بود که تا میتوانیم گفتگو با نوجوانان را بندازیم. کتابخانه‌های کانون چند تا؟ 1100 خورده‌ای کتابخانه‌ای که داریم، نوجوانان رو الان دعوت کنن، دهه 80 ها رو دعوت کنن و فضای گفتگو درباره تاریخ ایران رو شروع کنن با هر اندازه‌ای که در توان هست. چقدر این جمله درخشان بود، گفت حتی من جواب 1 نفر رو اگر بدم به عنوان کتابدار کافیه، حتی اگر یه گفتگوی 2 نفره 3 نفره بین نوجوانان اتفاق بیفته. و بعد این که میتونیم برای اینکه زبان فارسی رو با مسئله تاریخ و هویت شناسی، این 3 تا نکته‌ای که بنده داشتم، پیوند بدیم، میتونیم بگیم نوشته ای رو آغاز کنین با سوژه معرفی خود. اول خودت رو معرفی کن و بعد هر چه تونستی به بالاتر برو تا جایی که نیاز پیدا کنی که پژوهش کنی، یعنی سوال کنی، بتونی اطلاعات بیشتری از خودت، فقط خانوادت، روستات، شهرت، محلت، هر چی به قبلتر پیدا کنی و
بنویسیم. سپاسگزارم از شما. متشکرم.